میگیریم. یک سوال دیگه دوست میگیریم. تشکر. بله دوست گرامی سلام، روی خط هستین مهربانی. شمسو جان سلام، با شما میمونتان آرش هستم از واشنگتن. و علیکم السلام، خوش آمدید مهربانی. زود دو سوال میکنم. سوال اول، اگر میخوایم که لوی افغانستان داشته باشیم یا افغانستان بزرگ، آیا نباید همچنان کل تاجیکستان بگیریم، سمرقند و بخارا در ازبکستان بگیریم، مرو در ترکمنستان بگیریم و نیم ایران که یک وقت ما یک جایی بود اولا هم پس بگیریم که در آن صورت باید در جنگ باشیم تا آخرت؟ این سوال اول. و سوال دوم، آیا گناه داود خان از اول نبود که جنگا را شروع کرد وقتی که امروی پاکستان مشکلات شروع کرد و پاکستان مستعمره امریکا بود که کل بدبختی را آورد؟ این می دو سوال. تشکر، خوب سوال است. دکتر صاحب سوالا را گرفتین از دوست؟ بله از دوست ما بسیار تشکر میکنم. واقعا سوالای واقعا جالب است. یعنی تو نیک مار سوال جالبی واقعا جالب است. یکی راجع به داود خان بگه که جنگ با پاکستان آغاز نکرده بود. او وقتا که حالت سفربری اعلان که صدر اعظم بود. با زلازل زرشایی نماند که او کار انجام بده، چون درک میکرد که ساخته شده بنابر مقاصد خاص. آمدیم سر مسئله لوی افغانستان و این گپ ما از زیادتر دوستا شنیدیم که چرا لوی تاجیکستان، چرا مثلا لوی ایران، یا مثلا چرا لوی ترکمنستان، لوی ازبکستان. این همیشه خیلی گپ بوده. دیگه چند دلیل وجود داره. این دایه بخاطر این نیست که حتما باید پشتونا یک جای شون دیگران نشن. نخیر. یکی این قومایی که هستن و این نفرایی که کشورهایی که من قبلا گفتم بالا قومی یاد میشه از خودش کشور مستقل ساختن. کشور مستقل ساختن. هر یکیش کشور پایتخت قانون مستقل خود داره. جغرافیایی که قبلا اشغال شده بود، ما اشغال شدیم. ستا و بیشتر این وقتا حمله ها صورت گرفت. اسکندر مقدونی آمد 336 سال قبل از میلاد. خانواده موریه آمد، آشوکا پاشا بوتا را ساختن 222 سال قبل از میلاد. امید طایریا، تیموریا، ساسانیا، عباسیا، امویا، کروخ و سکندریا و غیره و غیره پس رفتن. ما رفتیم اشغال کردیم، هند گرفتیم، پس سیلا کردیم. مشهد و سیستانیا را گرفتیم، نتانستیم. ماورال نه را گرفتیم، پس او خاک ما نبود. میگیرن پس میاین. یک مسئله که دیگه هست، دلیل عمده. حال خود جغرافیات تثبیت شد بعد از اینکه هر کس کشور ساخت. وقتی که افغانستان ساخته شد در وقت مچاو از آمو تا عباسی، نقصو تا ایندوس، این جغرافیا بود. حالی کشورها که ما نام میگیریم یعنی که از خود کشور داره. یکی قانونی به چی مانا؟ سرحدات ما به این کشورها از 1872 1875 1880 1885 تثبیت شد. امضا صورت گرفت دو طرف قانونی با هیئت کشورهای یا چی میگن صاحب تحت الحمایه بودن یا مستقیم بودن. امضا صورت گرفت. هیئت‌های رفتن. دروازی صاحب بود و ترزی صاحب بود و صاحب فلانی صاحب حیدرخان چرخی بود فلانی یا رفتن امضا کردن سرحدات مختلفه. خط این شد. منم دیورن امضا نکرده چون پشتون هستن. این مربوط افغانستان است. از خود کشور مستقل نداره که به او پناه ببره. حالا مثلا ترکمنستان جور شد. ترکمنایی که در روسیه بود یا کنار و دورش در تاجیکستان بود یا ای که در قزاقستان بود خوش نبودن بابا آمد در جغرافیای وطن خود آمد. یا مثلا دیگه کشورهایی که ساخته شد خوش بودن دو جنباد هویت ازوار قبول که اگر این پس آمدن. پشتونستان چون پنجابیان نیستن که حکومت سرش پنجاب کنن و یگانه کشوری که دارو به نام افغانستان چون پشتون پس به افغان تعلق میگیرن. در کارتا هویت شام فعلا افغان است و در اوجه تحت حاکمیت پنجاب زندگی میکنن از مجبوریت و ضعف حکومت افغانستان. این جنبه قانونی و اصولی از این بود. آمدیم سر گپ احساساتی. یکی دومی که هیچ کس خود هر کس خوش داره که وصیت پیدا کنه. ما میخوایم که کل
جغرافی منطقه را بگیریم هر قدر وسیعت باشه زیاد باشه به نفع کلگی سالی و پشتونستان به نفع طرف پشتونان نیست اونجا بهترین آب زراعت زمین حاصلات معدن گاز این چیزها داره ما با بندر گوادر وصل میشیم این گپای قانونی بود. حالا احساساتی مثلا که بیام سری مسئله که خیر خدا نخواسته تنها و معطوف کنیم به پشتونا ما پشتونا میگیم که خاک خود با پاکستان نمیتیم به نام لوی افغانستان خاک خود میگیریم. اگر قومای تاجک ازبک و ترکمن چنین اداره داره که تاجکستان میگیره ترکمنستان میگیره ازبکستان میگیره ما سپاهی اولش هستیم و اگر میکنه من تزیه میکنم جدا میکنم مالک میکنم با او این بیغیرتی را کسی قبول نمیکنه. ما میگه خاک خود میگیریم. دلیل ذهنیتی یا عمومی احساساتی همیست و قانونیش هم تشریح کرد اومد سرت تعیین شد امضا شد و هر که جغرافی خود ساخت مقام تشریح کردم خراسان که یک خطه بسیار کلان عربا بود نام گذاشته و هر کسی یک کشور برای خود ساخت و او قوما و قومای دیگه با خود جمع شدن و در حکومت خود زندگی میکنن. تشکر دکتر صاحب گرامی، بسیار خوب جواب از هر جانب.